سلام دوستان عزیزم، انشاءالله شاداب سرحال برین سر کارتون، یا اگه تو خونه این به کارهای خونه رسیدگی کنین. روز خوبی در انتظارتون باشه. اول 184 مرتبه صلوات هدیه کن به خانم ام البنین، چون شنبه ها مخصوص خانم ام البنینه و حاجت میده، حاجت روایی شدید. هر حاجتی داشته باشی حاجت دلتو میده. خانم ام البنین دست رد به سینمون نمیزنه. وقتی که از خواب بیدار شدی کافیه 100 مرتبه بگو یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا وهاب، یا رزاق، یا فتاح. خدا ثروت تو دوچندان میکنه. اگر هر روز صبح از خواب بیدار شدی این ذکرها رو 100 مرتبه بگی. خواهیم توسل کنیم به خانم فاطمه زهرا که هرچی استرس، نگرانی و دلتنگیه از بین بره. توسل میکنیم به خانم فاطمه زهرا در ایام فاطمیه. توسل خانم فاطمه زهرا تو رو از هرچی نگرانی و افسردگی دور میکنه. کافیه صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو بفرستی، هر چقدر در توانته، 1 10 تا 100 تا هر چقدر میتونی بفرست. تو ایام فاطمیه حتما صلوات خاص خانم فاطمه زهرا رو زیاد بفرست. درمان افسردگی به طلایی قرآن فقط کافیه 1 مرتبه بخونی. اگه میتونی هر روز بخون، روزی 1 مرتبه. ببین چجوری به آرامش میرسی. اگر دلت غم داره، قصه داری، افسرده ای، اگه سینت درد میکنه، سوره الم نشره رو بخون و آرامش رو به چشم ببین. بفرست برای اونایی که دلشون کوه غمه. سوره الم نشره هر روز تونستی بخون، نتونستی هفته 1 بار بخون، 2 روزی 1 بار بخون، ولی حتما بخون سوره الم نشره. یه ختمی میخوام بهتون بگم مخصوص شنبه هاست، شنبه های ام البنینی. قربون خانم ام البنین برم که هر حاجتی داشته باشی حاجت دلتو میده، نمیذاره دست خالی برگردی، گره از مشکلاتت باز میکنه. این خانم خیلی رئوفه. 100 مرتبه صلوات بفرست و 7 مرتبه سوره توحید بخون و هدیه کن به خانم ام البنین. پنیر سبزی، نون پنیر و خرما، شیرینی، شکلات حتما شنبه ها میتونی از دستت برمیاد پخش کن. ببین چجوری حاجت میگیری، حاجت روا میشی. و خواستی تو 1 ساعت حاجت روا بشی کافیه 7 مرتبه سوره کوثر رو بخونی. 7 مرتبه سوره کوثر رو بخونی و خیرات کنی به دیگران. ببین چجوری سر 1 ساعت حاجت روا میشی. نظر خانم ام البنین عجیب گره باز کنه. قربون دل شکسته خانم ام البنین برم که حاجت همه رو میده. اگر با من آمنه گیلکی همراهی کافیه چنل یوتیوب ما فالو کنی. التماس دعا. خدا نگهدار.